سلام. سینمای ولایت یه بار دیگه تلاش کرد که یک مهره جلاد به اسم صیاد شیرازی رو که ید طولایی در کشتار مردم کردستان و مجاهدین و تصفیه پرسنل مردمی ارتش داشته رو در یک فیلم سینمایی سفید سازی کنه، اما ظاهراً این بار هم تیرش به خطا رفته. بیایی تهران آقای صیادی، الکی نرو تو بازی سپاهی ها. باید از نیروهای انقلابی بسیج عمومی استفاده کنیم. امضا کن سهرنگ. بین بچهای سپاه و آقای ارتش فرق خیلی زیاد. ما اسم ائمه رو میذاریم رو عملیاتامون، دوستان میذارن کرکس و سیمون. از بعضی از این آقایون روحانی بگیر تو مجلس علیه ارتش نطق میکنن تا مبارزای چپی. صیاد شیرازی به کل هدره و جنگام هدره. پایان فیلم هم فاجعه است. بله، موضوع فیلمیه به اسم صیاد که سال گذشته رونمایی شد و بعد از شکست در جشنواره خودشون و عدم اقبال در سینماها دیگه الان در دسترس عموم گذاشتنش. فیلم کاملا یک فیلم سفارشی از طرف ارگانهای حکومتیه و تمام ارگانهای ذی‌ربط از جمله ارتش تحت امر خامنه‌ای تمام قد پشت ساخت این فیلم بودند، طوری که در انتهای فیلم تقریبا تمام سلسله مراتب فرماندهی ارتش ریز تا درشت اونجا ردیف شده، از سگ دم در قرارگاهشون تا امیر سرلشکر بسیجی اسم همشون رو آورده. سفارش دهندگان فیلم هم دو تا ارگان درشت و توپل بودن که اسمشون همه جا هست. خب چون بنیاد شهید و فارابی با هم، ایثارگران بنیاد شهید و فارابی با هم ساختن. خب اونا سفارش دهندن، سفارش میدن. توی نویسنده، توی کارگردان، توی تهیه کننده ای که باید با تعهدی که نسبت به این سفارش داری بتوانی چیز درستی ارائه بکنی. ما روز اول جشنواره 2 تا فیلم ارگانی نهادی دیدیم، در واقع فیلم هایی که مرتبط با اواخر دهه 50 بودند و اوایل دهه 60. فیلم صیاد و فیلم بازیخونی. فیلم های نهادی یا ارگانی، فیلم هایی که توسط ارگان های دولتی یا حکومتی ساخته میشن، فیلم هایی هستن که به امیال اون نهاد قرار پاسخ بدن و به همین راحتی فیلم های احتمالاً مؤثری نیستن. خود تهیه کننده بسیجی فیلم هم اصلا پنهان نمیکنه که بودجه کلان برای این فیلم گرفته و ارگانهای گنده نظام پشتش بودن. اساساً فیلم جنگی بدون حضور یکی از این دستگاه‌های قدرتمند نظامی امکان نداره ساخته بشه. گویا اینکه فیلم ما مربوط به سال 59 و 60 بوده و اکثر این ادوات و ماشینالات قدیمی در اختیار ارتشه. یعنی اساساً اگر ارتش نمیومد پای کار هیچ وقت همچین فیلمی ساخته نمیشد. غیر از محتوا. الان سپاه نمونه‌هاشو نداره؟ نه، سپاه اکثر امکاناتش امکانات به روز جدیده. خود نفر اول ارتش که امیر موسوی هستن، ایشون لطف کرد متن رو کامل خوند، واو به واو. چند جلسه با من و آقای افشار خدمتشون رسیدیم، نکاتی رو کنار فیلمنامه یادداشت کرده بودن، تذکراتی. حالا این همه ارگان بسیج شدن و پول خرج کردن که چی بگن؟ هیچی. یک خوناشام منفوری به اسم صیاد شیرازی که اگر اسمش رو تو روستاهای آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه ببری جز قتل عام خاطره دیگه ازش ندارن، این رو میخواد یک نماد مردم دوستی نشون بده که توی همه صحنه ها مثل فرشته نجات ظاهر میشه و در نقش آمبولانس سرخود فقط به فکر مجروحینه. بعد فیلمه داره زور میزنه تا این عنوان جلاد مردم کردستان برای صیاد شیرازی رو که 45 سال قدمت داره با چند تا دیالوگ کلیشه‌ای از روی صیاد برداره و رفع و رجوع کنه. به همین سادگی. اوهوی وحشی داری چیکار میکنی؟ از این فاصله داری راکت میزنی تو خونه کاکلی مردم؟ اونم خونه هایی که یکیشو کلنگ بزنی نصف روستا خراب میشه. بعد راکت چجوری هدف میزنه؟ میره دم خونه شما مردم میید نه شما نه شما نه اینجا بعد این میره تو. بعد هم میگی مردم آسیب نبینن. حالا این در حالیه که همون موقع تو روزنامه کیهان سال 60 اطلاعیه داده ستاد عملیات شمال غرب کشور که روستاهای محور بوکان که ضد انقلابیون رو تحویل ندهند با خاک یکسان خواهند شد. حتی نمیگه اگر مقاومت کنند، همین که تحویل ندن کارشون تمومه. پایینتر میره میگه خطاب به کلیه مردم مناطق روستایی. نگاه کن، مخاطب مردم ها نه کس دیگه. ادامه میده در صورت عدم بیرون راندن و تحویل ندادن عناصر مسلح غیرقانونی بدون استثناء و با قاطعیت تمام به وسیله بلدوزر تمامی روستا با خاک یکسان خواهد شد.
بابا مغول هم این کارو نمیکرد. بعد فقط در حد هشدار و اخطارم نبود ها، کردن این کارو. تو همون روزنامه میخونیم نوشته متاسفانه بعضی از روستاها به این اخطار توجه ننموده و ما را ناچار به عکس‌العمل درخور عملشان مینمایند. یعنی صاف کردیم و مردم رو کشتیم و باز هم میکنیم. حالا این ستاد عملیات غرب کشور کیه که این اطلاعیه رو داده؟ باز توی روزنامه همون روزا میخونیم سرهنگ صیاد شیرازی فرمانده عملیات شمال غرب کشور، یعنی خود جلادشه. چهره بدون روتوشش رو اگر میخوای اینجاست. یکی دیگه از مشکلات این فیلم مثل همه فیلم‌های سفارشی سینمای ولایت اینه که یه سری حرف بهش دادن گفتن بچپون توی فیلم. اینم دیگه باسمه‌ای جملات رو ریخته روی تصویر طوری که حتی خودی‌هاشون هم حالشون به هم میخوره. فیلم سینمایی صیاد و آسمان غرب محصول ارتش هستن. یکی از شباهت‌های این دوتا فیلم دیالوگ‌های سطحی و شعاریشونه. شما نباید کل دیالوگ‌ها و گفتگوهای اثر رو شعاری ببرید جلو و این اصلا واسه مخاطب جذاب نیست. فیلم هیچ جایی از شعار دادن دست نمیکشه. یعنی شما می‌بینید که صیاد، یه موقعیت رو مثال میزنم، جلوی در دفتر بنی صدره و میخواد وارد بشه. منشی راش نمیده. صیاد شروع میکنه خطاب به این منشی شعار دادن و حرف زدن. خب این موقعیت غیر منطقیه. صیاد در اون موقعیت با یک منشی صحبت‌های انقلابی رو انجام نمیده. بعد اینقدر کاراکترهای حکومتی که توی فیلم میخواسته بیاره منفور و دافع برانگیز بودن که مجبور شده برای نشون دادن اونها هم از تصویر واقعیشون فاصله بگیره که این هم باز براشون مسئله ساز شده. یه نمونهش رئیس جمهور خمینی یعنی رجاییه. شما که پیشنهاد وزارت دفاع رو قبول نکردین، حداقل بریم این کار رو به سرانجام برسونی. مثلا چهره‌های مقوایی که از شخصیت‌های تاریخی میسازه. من نمیفهمم اون چهره‌ای که از رجایی به ما نشون میده که انگار کاردستی یک بچه دبستانی از رجاییه. حالا فکر میکنید برای درست کردن یه همچین فیلم بنجلی چقدر وقت گذاشتن؟ در ساخت این فیلم چون حواشی پشت سر فیلم هست، از جمله اینکه سفارشاتی بوده برای ساخت این فیلم، چقدر در ساختن این فیلم دغدغه شخصی داشتید شما؟ من قریب یه بیش از یک دهه هست که درگیر ساخت فیلم در مورد شهید صیاد هستم. بله، یعنی فیلمی که تهیه کنندش ادعا میکنه 10 سال روش کار کرده و 3 سال هم تولیدش طول کشیده، نهایتا نتونست حتی مخاطب خودیشون رو جذب کنه و اغلب کارشناس‌های سینمای ولایت گفتن که اگر این فیلم فاجعه درست نمیشد بهتر بود. همه چیز فیلم علیکن هدر شده و دل آدم میگیره، برای اینکه دیگه کی بره سراغ صیاد؟ یه ایرانی که صیاد رو نشیده. بله، نسل جدید نسل جدید تو اصلا هیچ انگولکش میکنی که بره بشناسه؟ هیچ کاری باشه میکنی؟ یعنی واقعا فیلم با سر و پا و کله زمین میخوره و من به شدت متاسفم و خواهش میکنم از ارگانهایی که پول کلون میدن که فیلم های اینجوری ساختشه ندید. یعنی در مورد یک شخصیت یک سریال یا یک فیلم سینمایی ساخته میشه، اما محتوایی که در کنارش به مخاطب ارائه داده میشه کاملا ضدیت داره با این شخصیت و اگه در موردش فیلم نمیساختیم شاید حتی بهتر بود. به نظر میرسه این فیلم شکست خورده فقط برای بعضی از مهرهای نظام فرصتی بوده که به بهانه ساخت چنین فیلمی از بودجه مملکت و مردم فقیر یه چیزی به جیب بزنن. به نظر میرسه که فیلمسازای ما به این نتیجه رسیدن که ما اگر بریم سراغ فیلم پورتره ساختن از فرماندهان جنگی بودجه میگیریم و راحت‌تر میتونیم فیلم بسازیم. پس وقتی یه فیلم اینقدر ضعیفه، فرمش ضعیفه، محتواش ضعیفه، قهرمان پروریش ضعیفه، قهرمان زیر سایه ضد قهرمان محو میشه، درامش ضعیفه، چرخش دوربینش ضعیفه، تدوینش ضعیفه، کارگردانی ضعیفه، داستان باگ داره، فیلمنامه باگ داره، شخصیت پردازی و اکشن داستان چقدر ضعیفه و فقط ما قراره تیرترق و انفجار ببینیم. به خاطر همین نباید انتظار داشته باشیم مخاطب بره سینما و این اثر رو ببینه و از اثر استقبال کنه. ببینید بعضی وقتا پیش میاد که کارگردانا میاد مخ مسئول فرهنگی رو میزنن، میان با بودجه یک نهاد فرهنگی یک فیلم دفاع مقدسی اتفاقا ضد جنگ میسازن. چی میشه که با بودجه سپاه با بودجه ارتش بعضی وقتا این اتفاق میفته؟
این به خاطر اینکه اون طرف تونسته از بعضی وقتا بی اطلاعی متولی فرهنگی استفاده کنه، مخشو بزنه و بگه که آره من نمیخوام فیلم شعاری باشه، میخوام نزدیک به واقعیت باشه، میخوام مخاطب خاکستری رو جذب کنه، طیف فلان رو جذب کنه، از این حرفا، و یه داستان عجیب و غریب ضد جنگ، ضد شهدایی دور از فرهنگ دفاع مقدس ما رو میاد تحویل میده. البته تا اونجایی که به شخصیت اصلی این فیلم یعنی صیاد شیرازی برمیگرده، در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده که این یک مهره نورچشمی هم خامنه‌ای و هم خمینی بود که هر جا که میخواستن کشتار کنن اونو صدا میکردند و خودش هم بر سرسپرده بودنش به خمینی تاکید داشت. رفتم داخل بیت شدم و ما رو راهنمایی کردند و در محضر حضرت امام رضوان الله علیه قرار گرفتیم. ما 17 دقیقه ملاقات داشتیم خودشون. از 17 دقیقه من 16 دقیقه صحبت کردم. حضرت امام رضوان الله علیه فقط 1 دقیقه صحبت کرد. تو 16 دقیقه من سیر حزب الله رو در ارتش گفتم برای ایشون تا رسیدن به کردستان و تحولاتی که در کردستان با تلفیق برادران سپاه، ارتش سپاه صحنه وجود اومده بود. اما جنایات این چاقوکش خمینی تنها به کشتار مردم کردستان که در این فیلم برای مال کشیش تلاش کردن محدود نمیشه، بلکه این جلاد دست در خون مجاهدین هم داشته که خودش هم به اون اعتراف کرده بود. شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسیدیم با یه فرمان هواپیمای فالکون. ساعت 5 صبح ما داخل پایگاه در زیر شیلترها خلبان‌های هوانیروز رو همه آماده و مهیا برای توجیه دیدیم که آمدن مأمور اعلام کردن. همون زمانی که عرض کنم خدمت شما ما داشتیم هماهنگی‌ها رو با فرمانده هوانیروز انجام میدادیم، یه سری فرمانده هوانیروز گفت که آقا یه سری از خلبانا میگه ما پرواز نمی‌کنیم. برای چی؟ خب میگن اینا هموطنای ما هموطن خودمون رو نمی‌کشیم. صیاد شیرازی که خب من چندین سال بود میشناختمش، خب عرض کنم خدمت شما خیلی هم با بچه‌های سپاه ارتباط خوبی داشت. جمع کرد اینا رو توی محوطه به اصطلاح بازه باند توی هلیکوپتر، شروع کرد برای اینا صحبت کردن و دیگه جمله بی‌غیرت‌ها رو گفت. بی‌غیرت‌ها اگه اینا بیان ناموساتون در اختیارشون قرار میگیره. چند تا از بچه حزب اللهش بلند شدن و گفتن برادر صیاد این تا هر کجا بگید ما هستیم و فلان و اینا و صلوات، بقیه هم بالاخره مجاب شدن. همینطور دائمی شد. اینم یکی میرفت یکی میومد از این بغل میزدن، ولی هر چی اینا میزدن چشون باز دوباره پر میشد. منافقین پلید رو که ما تک تک دنبال اینا میگشتیم توی کشورمون که اینها رو به سزای عملشون بنشونیم، حالا صد اینا گیر ما میافتادن و به درک فاصل میشدن. البته جنایت‌های این جلاد بی پاسخ نموند و اون در بهار سال 78 یعنی تقریباً 10 سال بعد از عملیات فروغ جاویدان به دست واحدهای عملیاتی مجاهدین مجازات شد و این خبر یک ایران رو شاد کرد و بعد هم در نشریه مجاهد همین خبر منعکس شد. پس از 10 سال قاتل مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان، جلاد مردم کردستان، عامل تصفیه و اعدام پرسنل مردمی ارتش، مسئول فرستادن هزاران جوان و نوجوان بر روی میدانهای مین در جنگ ضد میهنی و جانشین رئیس ستاد کل قوای مسلح رژیم آخوندی، سرلشکر بسیجی صیاد شیرازی کیفر یافت. وی در تمامی این سالیان نزدیکترین دستیار نظامی خمینی و خامنه‌ای بوده است. بله و این هم از پایان جلادی دیگر. وقت بخیر و خدا نگهدار.